میخوایم یکم بیشتر با لایه ترانسپورت آشنا بشیم، لایه 4. قبلا به صورت هیتفور گفته بودیم که این لایه چه کارهایی میکنیم. سگمنتیشن، فلو کنترل، ارور هندلینگ رو با هم دیدیم، بس سگمنت سیکونسینگ و سرویس ادرسینگ رو دیدیم. یه چیز دیگه به اسم مالتیپلکسینگ رو با هم دیگه ببینیم. همونطور که گفتیم هر سرویسی توی لایه اپلیکیشن با یه شناسه‌ای توی لایه ترانسپورت نظیر میشه. این شناسه رو بهش گفتیم پورت نامبر. این شماره پورت ها در واقع یه دونه پورت نیست، در واقع دو تا پورت داریم. یعنی توی لایه 4 ما ترکیب از سورس پورت و دستینیشن پورت داریم. زمانی که من دارم یه بسته ایجاد میکنم به قصد اینکه یعنی از طریق HTTP بیارم ارتباطم برقرار میکنم، توی دستینیشن پورت اون شماره پورتی که مربوط به سرویس HTTP یا 80 گذاشته میشه. در واقع من وقتی پورت ها رو دسته‌بندی میکنم میگم ما دو مدل پورت داریم، well known و رندوم. این پورت ها میتونن از 0 تا 65535 تغییر کنن. از 0 تا 1024 رو بهش well known پورت میگن و بزرگتر از 1024 تا کجا؟ تا 65535 رو بهش رندوم پورت میگن. well known پورت این پورت هایی که معروفن، یعنی سرویس هایی که مشخصن دقیقا چه سرویس رو چه شماره پورت هایی کار میکنن. پس وقتی که داره بسته هدر لایه 4 روش قرار میگیره، به مقصد دستینیشن 80 این شماره پورت داخل هدر قرار میگیره. ولی نکته اینجاست که خود این بسته برای خودش یه سورس پورت رندومی قرار میده. مثلا فرض کنید 1025. به چه درد میخوره این؟ زمانی که این بسته داره ارسال میشه به سمت سرویس، فرض کنید که من داخل این یه تب باز کردم، تب رفتم برای گوگل، یه تب دیگه باز کردم برای فیسبوک، یه تب دیگه باز کردم برای یاهو. هر تمام اینا چون توسط HTTP هن که ایجاد شدن، دستینیشن پورت همه این بسته های من 80، ولی سورس پورت اینا هر کدوم رندومه. یعنی مثلا این ممکنه 1026 باشه، این 7032 باشه، این 4041 باشه. حالا چه فرقی میکنه؟ نکتهش اینه که زمانی که بسته من ارسال میشه، وقتی جواب این بسته داره برمیگرده، جای سورس و دستینیشن عوض میشه. حالا کامپیوتر من زمانی که نگاه میکنه میبینه یه بسته‌ای براش اومده که رو پورت 1026 باید تحویل بده، هیچ وقت اون بسته‌ای که مربوط به تب گوگل نمیره توی تب یاهو نمایش داده بشه. به این قضیه میگیم مالتیپلکسینگ. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم سرویس های مختلفی رو، دقت بکنید بحث آدرسینگ نیست، من بین دوتا کامپیوتر تو لایه نتورک و آی پی ادرس آدرسام برقرار شد، ولی بین این دوتا سرویس های مختلفی ممکنه تحت قالب همین آدرسینگ انتقال داده بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام بسته‌ای که داره الان اینجا میبینید داره عبور میکنه، همشون سورس آی پی و دستینیشن آی پی شون یکسانه، ولی بر اساس این بازی با این شماره پورت های سورس و دستینیشن هر کدومش میتونه به یه سرویس خاص اختصاص داده بشه. توی لایه نتورک که بررسی میکردیم گفتیم پروتکل لایه نتورک آی پی بود و هدر آی پی رو با هم دیدیم. ما دو تا پروتکل توی لایه ترانسپورت داریم، یکیش پروتکل TCP هست و اون یکی پروتکل UDP هست. بخوام یه مقایسه بزنم، پس در نتیجه دقت داشته باشید ما دو تا هدر مجزا هم بررسی میکنیم. بعضی از سرویس هایی که تو لایه اپلیکیشن هستن از پروتکل TCP استفاده میکنن و بعضی دیگه از پروتکل UDP استفاده میکنن. توی مقایسه که بین دو تا بخوام داشته باشم، پروتکل TCP رو یه پروتکل کانکشن اورینتد میگن و پروتکل UDP رو یه پروتکل کانکشن لس میگن. کانکشن اورینتد یا مبتنی بر کانکشن یعنی اینکه در نهایت من دارم بین دو تا دیوایس یا توی شبکه دارم دیتا رد و بدل میکنم، ولی دیتای من توی TCP برای منتقل شدن نیاز به این داره که حتما قبلش یه ارتباطی ایجاد شده باشه و دیتای من تحت قالب اون ارتباط برقرار بشه، رد و بدل بشه. ولی تو پروتکل UDP نیازی نیست برای رد و بدل کردن دیتا حتما کانکشن ایجاد بشه. از یه دیدگاه دیگه پروتکل TCP رو ریلایبل میگن و پروتکل UDP رو آن ریلایبل میگن.
چرا اینطوریه؟ برای اینکه TCP به ازای هر بسته‌ای که میفرسته از سمت مقابل اوکی میگیره، یعنی خودش مطمئن میشه که تک تک بسته هایی که ارسال کرده رسیده. ولی توی UDP اینطوری نیست، بسته هایی که میفرسته خیلی براش مهم نیست که اون بسته ها حتما رسیده باشه. شاید لازم باشه من برگردم یک بار دیگه اینجا یکم بیشتر اینا رو باز بکنم، باز جلوتر من صحبت میکنم. ولی قبل از که هدر رو ببینیم من چند تا نکته دیگه بهتون بگم. خب کدومش با این وضعیت بهتره، TCP بهتره یا UDP؟ این کاملا جوابش اینه که بستگی داره. من تو جایی که رسیدن تک تک بیت های دیتا برام اهمیت داره از پروتکل TCP استفاده میکنم، ولی اون جایی که برام همه بیت ها مهم نیست از پروتکل UDP استفاده میکنم. مثال میزنم، وقتی من یه فایل دارم منتقل میکنم، این فایل تک تک بیت هاش برام اهمیت داره برای اینکه کامل بشه. ولی توی مبحثی به اسم مثلا فرض کنین ویدیو اند وایس استریمینگ، فرض کنید من دارم روی مثلا یوتیوب یه برنامه رو تماشا میکنم، این پیکسل هایی که داره میاد، اون رنگا، اون شکل ها، همون ریل تایم بودنشه که برای من مهمه، همون لحظه باید ارسال بشه. اگه به فرض یه پیکسلی باید رنگ آبی باشه، رنگ آبی نیاد و قرار باشه مثلا دوباره مثلا این رنگ آبی رو من نشون بده، دیگه برای من معنی نمیده. یا وقتی دارم یه تماس تلفنی برقرار میکنم تحت قالب آی پی، یه حرف اگه از قلم بیفته اون حرف همون لحظه مهم بوده، 2 دقیقه دیگه اگه بخواد اینو برگردونه برام اهمیت نداره. پس به عبارتی میگیم که توی مثلا وایس اند ویدیو استریمینگ ریل تایم بودن این سرعت برام اهمیت داره. پس هر چقدر من بتونم اورهد رو کم بکنم، میتونم به سمت این برم که سرعت ارتباطمو ببرم بالاتر. ابتدا ما میایم TCP رو بحث میکنیم. این یه هدر لایه 4 یا TCP هدره. خب میدونیم که این دیتایی که از سمت لایه اپلیکیشن به من رسیده، آپشن یه سری تغییرات دل بخواهی که میتونه مقدارش وریبل باشه. در مورد ارجنت پوینت رو صحبت میکنم. از این سمت بیام، دستینیشن پورت میشه شماره پورت نشانگر سرویسی که سمت گیرنده باید بسته های من توسط اون پروسه سرویس دهی بشه. سورس پورت یعنی اون شناسه مرتبط با اپلیکیشنی که سمت فرستنده بسته من توسط اون پروسه اپلیکیشنی سرویس دهی شده. یعنی مثلا من اگه اینجا یه آی ای باز میکنم، HTTP که تحت قالب اون آی ای برای من ایجاد شده، اون ریکوستی که ایجاد شده سورس پورت رندومی به خودش میگیره. اگه بخوام اشاره بکنم اون سمت گیرنده که حتما این پروسه رو ببر توی آی ای نمایش بده، تو HTTP با پروتکل HTTP به سرویس بده، نه برش مثلا با پروتکل پاپ تیری توی آوتلوک سرویس بده، من دستینیشن 80 رو برش در نظر میگیرم. در مورد سیکونس نامبر و اکنالجمنت نامبر من الان صحبت نمی کنم، اینو نگه داریم چون جلوتر میخوام پروسه یه ارتباط TCP رو با هم ببینیم. تک تک اینا رو من اونجا بهش اشاره میکنم که الان این چیزی که دارم توضیح میدم اون چیزی که قراره توی فیلد سیکونس نامبر باشه، یا این چیزی که میخوام بگم اون چیزی که میره توی فیلد اکنالجمنت نامبر قرار میگیره. دیتا آفست نشون میده که دیتای داخل سگمنت از کجا استارت میخوره، آغاز میشه. رزرو در حال حاضر بدون استفاده است، ازش استفاده نمی کنیم. کنترل بیت ها یه سری بیت هایی هستن مثل فلگ یعنی میتونن این بیت ها 0 باشن یا 1 باشن. اگه این بیت ها ست بشن عملکرد بسته TCP رو مشخص میکنه. 6 تا بیته که معروف ترینش که ما داریم نگاه میکنیم این هاست. اکنالج رو با هم میبینیم، سین رو با هم میبینیم و فین رو با هم میبینیم. این ارجنت هم من احتیاج دارم توضیح بدم، به خاطر اینکه جلوتر میخوام به ارجنت پوینتر اشاره بکنم. اگه کنترل بیت ارجنت ست شده باشه یعنی این سگمنت من حاوی اطلاعات مهمیه. اگر این بیت ست بشه اون موقع میره ارجنت پوینتر رو نگاه میکنه ببینه کدوم قسمت از اطلاعات من اون اطلاعات مهمیه که من دنبالشم. در مورد بیت ویندو هم صحبت میکنم توی صحبت‌های جلوتر، ولی در کل اگه خاطرتون باشه گفته بودم که TCP یکی از مکانیزمایی که انجام میده فلو کنترل جریانه. اون رو از طریق
ویندو انجام میده که چطوریشو با هم دیگه جلوتر میبینیم. چکسام هم همون مکانیزم CRC که توی هدر لایه 4 انجامش میده. خب بریم ببینیم TCP چجوری کار میکنه. در واقع دو کامپیوتر وقتی هدفشونه با همدیگه دیتایی رد و بدل بکنن، از طریق TCP گفتیم ابتدا کانکشن ایجاد میشه. این کانکشن این چیزیه که اینجا دارید میبینید. یعنی همون جوری هم که یادتونه گفته بودم بهتون که یک سیکونسینگی وجود داره، یه ترتیب دهی وجود داره برای اینکه میخواد روال بسته ها رو حفظ کنه وقتی میخواد مجدد این سگمنت ها رو هم دیگه سوار کنه به مسیج برسه. خب برای اینکه این کارو بکنه اینا احتیاج دارن هر کدوم شماره ترتیبی داشته باشن. مثل شماره فاکتور فرض کنید از چند شروع بشه اهمیتی نداره. مثلا این برای خودش یه ISN ایجاد میکنه، Initial Sequence Number. این ISN رندومه، مثلا ISN A. این طرف هم برای خودش یه Initial Sequence Number رندوم B ایجاد میکنه. بسته اولی که A ارسال میکنه میره توی کنترل بیت هایی که براتون گفتم توی هدر دیدیم، میاد بیت مربوط به سین رو ست میکنه. یعنی چی؟ یعنی داره اعلام میکنه که این بسته یک بسته از نوع سینه. در ادامه میاد توی فیلد سیکونس نامبر، با هم دیگه دیدیم که بهتون گفتم جلوتر توضیح دادم، تو فیلد سیکونس نامبر اون ISN خودش رو قرار میده و این بسته رو ارسال میکنه. من برمیگردم عقب. پس یعنی میاد توی کنترل بیت این بسته رو از نوع سین میکنه، میاد توی سیکونس نامبر ISNش رو قرار میده و دقت بکنید این بسته حاوی دیتا نیست. بعد که اتفاق افتاد توی پروتکل TCP طرف مقابل در ازای دریافت سین همیشه موظفه که با یک بسته از نوع اکنالج اوکی بده که من این بسته رو گرفتم. میاد چیکار میکنه؟ یه بسته ایجاد میکنه توی کنترل بیت، فلگ اک رو ست میکنه که بگه این بسته از نوع اکنالجه. بعد میاد توی اکنالجمنت نامبر اون ISN که از A گرفته رو به اضافه 1 میکنه میفرسته. یعنی مثلا اگه ISN 1 7000 این میره تو کنترل بیت، برگردم روی هدر، میره توی کنترل بیت اک رو ست میکنه، بعد میره تو اکنالجمنت نامبر میذاره 7001. 7001 تو اکنالجمنت نامبر یعنی که من بسته ای که تو با سیکونس نامبر 7000 برای من فرستادی رو گرفتم و منتظرم بسته بعدی تو با سیکونس 7001 به دست من برسه. این بسته در واقع بهش میگه بسته اکسینه. یعنی فقط این کار رو نمیکنه، میاد بیت مربوط به کنترل بیت مربوط به سین رو هم ست میکنه. چه چیز رو ارسال میکنه؟ میاد ISN اون سیکونس نامبر اینیشیال خودش رو هم توی فیلد سیکونس نامبر قرار میده، براش برمیگردونه. همونطور که میدونیم هر طرفی در ازای دریافت یه سین موظفه با اک جواب بده. پس بسته آخری که A ارسال میکنه یه بسته که کنترل بیت اک رو ست میکنه و ISNی که از B گرفته رو با 1 جمع میکنه براش میفرسته. این مجموع سه تا بسته ای که رد و بدل میشه رو به اسم تری-وی هندشیک میشناسیم. این همون ایجاد ارتباط اولیه است که یادمون هم نمیره، اینا با خودش دیتا هم نمیکرد و هدف از ایجاد این بسته اینه که الان میخوان این دوتا کامپیوتر تحت قالب این ارتباط با همدیگه ارتباط دیتا داشته باشن. یه مثال عددی میزنیم. فرض کنید کامپیوتر A میاد برای خودش اینطور که اینجا داریم میبینیم یه ISN Initial Sequence Number 1,000,000 در نظر میگیره. وقتی میخواد دیتایی رد و بدل بکنه میاد اول یه بسته میره سراغ تری-وی هندشیک، اول یه بسته ایجاد میکنه، داخل سیکونس نامبر ISN خودش رو میذاره، برای B ارسال میکنه. B در جواب میاد چیکار میکنه؟ B در جواب میاد اکنالج میده برای 1,000,001. یعنی میخواد بگه من سیکونس 1,000,000 تو گرفتم و علاوه بر اون من منتظرم که سین بعدی تو با این عدد باشه. در ادامه تو همون بسته سین رو هم ست میکنه. چه چیزی رو میذاره؟ ISN خودش رو.
A موظفه که بهش اک بده، اک 4 میلیون و 1 بهش میده. یعنی که من بسته با سین 4 میلیون رو گرفتم و منتظر بسته با سین 4 میلیون و 1 ام. خب میدونیم که این در ازای چی بود؟ در این ارتباط بود که میخواست از در قبالش دیتا رد و بدل بشه. مثل این میمونه که من بخوام از شما پولی قرض بکنم، همینطوری نمیام بگم مثلا 1 میلیون تومان پول به من بده. من اول میام میگم سلام، شما میگین سلام خوبی؟ میگم مرسی، تو خوبی؟ این روال که رد و بدل میشه یعنی ارتباط ایجاد شده. حالا من برمیگردم میگم که انقدر مثلا پول به من بده. فقط توی بحث کامپیوتر یه بحث دیگه ای هست، اینا یهو نمیگن 1 میلیون پول به من بده. فرض کنید 1 میلیون تقسیم میکنه به 100,000 تومان، 100,000 تومان میگیره. یعنی هر سری میگه 100,000 تومان به من بده، 100,000 تومان میگیره، بعد 100,000 تومان دیگه به من بده. همین روال ادامه پیدا کنه تا اون 1 میلیون تومان تموم بشه. پس ما میدونیم که بسته بعدی که A داره ارسال میکنه، ریکوستش برای اون دیتایی که احتیاج داره. این ریکوستی که داره ارسال میشه یه بسته از نوع سینه با سیکونس نامبر 1 میلیون 1. چرا؟ چون اینجا اکنالج 1 میلیون 1 رو بی بهش داده بود. بی منتظر این بسته است، اینو براش میفرسته. فرض بکنید که این ریکوست 500 بایت حجم داشته باشه. حالا تو ادامه بی میخواد بیاد چیکار کنه؟ بی میخواد بیاد این رو اکنالج بده، بگه من اینو گرفتم. فقط دقت کنید تو بسته‌های بالا یه دونه بهش اضافه میکرد به خاطر اینکه بسته دیتا حمله میکرد. الان مقدار دیتایی که گرفته رو بهش اضافه میکنه، یعنی در جوابش یه اکنالج میده و توی فیلد اکنالجمنت نامبر میذاره 1,501,000. یعنی من 500 تای تو رو گرفتم و منتظرم سینه بعدی تو این باشه. خب مثل این بود که من به شما بگم 100,000 تومان پول داری؟ شما بگی بله. من پرسیدم 100,000 تومان پول داری؟ شما گفتی بله. الان میخوای خود فایل رو منتقل بکنیم. پس تو جواب خود بی میاد جواب ریکوست رو با یه سین میده. سینی که چه سیکونس نامبری داره؟ اون سیکونس نامبری که ای ازش انتظار داشت تو اکنالج، سین 4 میلیون و 1. فرض کنید این بسته مقداری که داره دیتا رد و بدل میکنه انقدر. اینا همش فرضه. در جواب این A باید بهش جواب برگردونه. تو جواب بهش میگه اک 4 میلیون و 601. یعنی من 600 تایی که برام فرستادی گرفتم و منتظرم که با 601 به من این ادامه ارتباط رو برقرار کنیم. حالا دوباره A میخواد ریکوست برای 100,000 تومان بعدی رو بده. چی کار میکنه؟ یه سین میذاره. داخل سین چی میذاره؟ آخرین اکی که از بی گرفته با سین 1,501,000 مثلا 500 بایت داره دیتا رد و بدل میکنه. اکی که میگیره اکی 1,001,001 رو از بی میگیره. در ازاش بی چیکار میکنه؟ بی براش اون جواب ریکوستش و اون دیتا رو براش میفرسته. فرض کنید 600 بایت باشه. چرا گذاشته بود 4,601,000؟ به خاطر اینکه آخرین بار اکی که بهش داده بود 4,601,000 بود. حالا اینو که میفرسته مسلما A باید براش اکنالج بفرسته و با 4,001,201 اون رو اکنالج میکنه. این پروسه ادامه پیدا میکنه تا این دیتا کامل تموم بشه. در نهایت وقتی تموم بشه یه اتفاقی میفته مثل همون تریوی هندچک، به این صورت که یک سمت از سمت A یه بسته از نوع فین میفرسته، کنترل بیت فین رو ست میکنه، در جواب مقابلش اکنالج فینش رو میگیره، فین رو یه فین هم خود طرف مقابل براش میفرسته و این رو اکنالج میده. یعنی با 4 بسته این کانکشن در نهایت بسته میشه. خب بریم سراغ بحث فلو کنترل. اگه یادتون باشه گفتم که طرف مقابل یک طوری به طرف مقابلش میفهمونه که من تا چه حد میتونم بسته بگیرم. این تابع شرایط محیطیه کاملا. اتفاقی میفته چیه؟ زمانی که این داره بهش اکنالج میده، بیتی داشتیم فیلد داشتیم مثل فیلد ویندو. داخل فیلد ویندو میگه که من تا چه حد رو میتونم بگیرم. پس اگه قرار باشه A براش بفرسته 500 بایت رو براش میفرسته، یعنی به عبارتی با ویندو 500 و این B داره به A میگه که من تا اینجا رو گرفتم، منتظر 1,001,000 و انتظار دارم که با 1,501,000 اکتو بهت برگردونم.
خب یعنی چی؟ یعنی اینکه عملا با استفاده از فیلد ویندو داره چیکار میکنه؟ داره این جریان رو کنترل میکنه. به این ویندو اسلایدینگ ویندو هم میگن. چرا؟ چون مقادیر این متغیره. ابتدایی که میخواد این دوتا طرف با همدیگه ارتباط برقرار کنن، فرض کنید A با یه مقدار ویندو بالایی دیتا ارسال میکنه، ولی در قبالش اکنالج نمیگیره. پس میاد مقدار این ویندو رو که اول بزرگ بوده رو کوچیک‌ترش میکنه، دوباره میفرسته، اکنالج نمیگیره، دوباره کوچیک‌ترش میکنه، حالا اکنالج میگیره، اینو نگه میداره. این هم کاملا تابع شرایط محیطیه. یه مثالی که میتونم بهتون بزنم، زمانی که از اینترنت دانلود میکنید همون اول یه برستی اتفاق میفته. یعنی یهو میبینید که مثلا یک فیلم خیلی بلندی رو میگه من تا مثلا 1 ساعت دیگه دانلود میکنم، بعد این هی شروع میکنه این زمان زیاد شدن، میره یه جای فیکس میشه، بعد بازم فیکس نمیشه، بازم یهو میبینید این هی داره تغییر میکنه. دقیقاً این چیزایی که اینا با هم دیگه بر اساس بیزی بودن شبکه یا آزاد بودن شبکه دارن با هم دیگه صحبت میکنن. در مورد ترمینیت شدنش هم که باهاتون صحبت کردم، با بسته‌های فین بود. خب اون چیزی که با هم دیدیم بسته‌های TCP بود. بسته‌های UDP این دومین پروتکلی که وجود داره، بسته‌های UDP دیدیم چه تفاوتی با TCP داره و عموما هم معروف ترین اپلیکیشن UDP میتونیم DNS باشه که DNS هم TCP هم UDP 53 استفاده میکنه، DHCP و ویدیو اند وایس استریمینگ میتونه باشه. خب همونطور که میبینید برخلاف اون هدری که توی TCP دیدیم خیلی هدر جمع و جورتری داره. یکی از دلایلی که اصلا UDP ها سبک‌تر هم کار میکنن همینه، هم هدر 8 بایت رو با حدوداً 20 بایت مقایسه کنید، هم اوورهد کمتری داره و همین که از 3 تا بسته‌ای که می‌خواست یه کانکشن اینیشییت کنه یا 4 تا بسته که موضوع کانکشن رو ختم کنه اینجا خبری نیست. توضیح خاصی نمیتونم درش بدم، اینا رو با میدونید دستینیشن پورت رو بهتون گفتم چه، سورس پورت میدونید، لنس طول هدر رو مشخص میکنه و چکسام مقدار CRC توی هدر UDP رو مشخص میکنه. اگه بخوام یه مقایسه از اینا داشته باشیم، عملا توی مالتیپلکسینگ یعنی استفاده از سورس پورت و دستینیشن پورت که به من اجازه میده سرویس های متعددی رو بین 2 تا سورس آی پی دستینیشن آی پی همزمان هندل بکنم، تو هر دو خواهیم داشت، بس سگمنتیشن رو تو هر دو خواهیم داشت، ولی خیلی از امکاناتی که من توسط قابلیتایی که تو هدر TCP هست رو تو UDP از دست خواهم داد.